در شعبه جراحی نوزادان مرکز ملی طبی شفابخش یا بیمارستان قره‌بالای شهر دوشنبه بار اول جراحی از هم جدا نمودن کودکان یک جای تولد شده و یا به اصطلاح طبی دوگانگی سیامی با موفقیت گذرانیده شد. مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که والدان این طفلان از ناحیه واسطه ولایت ختلان بوده تولد این نوزادان طریق بورش قیصری گذرانیده شد و معین گردید که یکی از نوزادان الکی ففتیده حالت نوزاد دیگر که جنسش دختر بود خوب است. نوزاد ففتیده از قسم سر در پشت دوگانه که دیگر چسبیده بود. اخیراً به طبیبان میسر شد که طریق جراحی طفل ففتیده را از بدن خواهر خوشبختانه زنده ماندهش جدا کنند. نقص مادرزادی به مثل دوگانگی سیامی از مشکلات جدی سوی تندرستی در عالم به حساب رفته، همکنون با راه‌اندازی چنین اصولهای جراحی و از هم جدا نمودن دوگانگی سیامی طبیبان تاجیک در این بابت تجربه خوب حاصل نمودند. نزدیکان طفل به تازگی جراحی شده از شرایط مساعد و فراهم گردیده و از ملکه کاری متخصصان اظهار منتداری نمودند. طبیبان میگویند در حال حاضر وضع صحتی طفل جراحی شده خوب بوده. در جریان عملیات جراحی در او یگان عارضه به نظر نرسیده است. طفل با مادرش در حال حاضر در شعبه ریانیماسیا تحت معاینه باقی ماندند. با تجربه حاصل شده کوشش به خرج داده می شود تا مهارت و ملکه طبیبان بالا برده شود و گذراندن این نوع جراحی من بعد نیز در داخل مملکت راه اندازی گردد. گفتند طبیبان شعبه جراحی نوزادان بیمارستان شفابخش.